بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع این جلسه‌مون در مورد نخ‌های جراحی هست. نخ‌های جراحی به چند دسته تقسیم میشن. یکی باید این که بگیم این نخ قابل جذب هست یا غیر قابل جذب، یا اینکه بعضی از نخ‌ها تک رشته‌ای هستن، بعضیشون چند رشته‌ای هستن. حالا موضوع این که ما یه سری نخ‌ها رو بهتون معرفی می‌کنیم. یه سری نخ‌ها داریم مثل اینکه ما از نایلون شروع می‌کنیم. نایلون نخی است که تک رشته‌ایه و اینکه غیر قابل جذب هست. ما معمولا این نخ غیر قابل جذب جایی به کار میبریم که استقامت داشته باشن و بمونن، جذب نشن و بافت رو نگه دارن. ما مثلا نایلون رو برای اسکین معمولا به کار میبریم. حالا یه سری اطلاعات رو نخ‌ها هستن که باید اینا رو بشناسیم. مثلا ما این داریم، مثلا سوزن جراحیمون نشون میده که مثلا اینجا سایز سوزنه رو، نیدله رو بهمون میگه. مثلا اینجا بهمون گفته 37 میلی متر، یعنی طول این نخ جراحی نیدلی که داره 37. خب یک سریاش هستن از این کمترن، یک سری هستن از این بیشترن. این که ما بخوایم اینو کجا به کار ببریم، این نیدله خیلی برامون اندازش مهمه. دوم این که این مثلثه که میبینین اینجا هست داره میگه که کاته. خب ما یه سری نخ‌ها داریم که راند هستن، مثلا مثل این. الان اون که بالایی هست دایره هست رانده، این که پایین هست کاته. خب حالا تفاوتشون تو چیه؟ این که کاته برنده هست، داریم مثلا جایی به کار میبریم که مثلا مثل اسکین که داریم مثلا نیدل رو میزنیم، پوست رو که برش بزنی هیچ اشکالی نداره. ولی اگر بخوایم داخل بدن رو بدوزیم، مثلا ما بخوایم فیشیا رو بدوزیم، نمیتونیم از کات استفاده کنیم، چون خود نیدل وقتی برنده باشه نه تنها بافت رو نمیگیره بلکه خود بافت رو حالت پاره پاره میکنه. به خاطر همین ما داخل بدن از راند استفاده میکنیم، بیرون از کات استفاده میکنیم. خب الان ما یه سری عدد داریم، مثلا ما میگیم نایلون شماره 0، نایلون شماره 1. خب این تفاوتش رو چی هست؟ ما هرچی این 0 1 یعنی یو اس پی نخمون هرچی میره پایینتر نخ ظریفتر میشه. مثلا وقتی بهمون میگه که 0 یا 1 کدومش ظریفتره، 0 ظریفتره و هرچی شماره میره بالاتر نخ ضخیمتر میشه. حالا اینکه ما وقتی مثلا یه جای ظریفی، یه بافت ظریف رو بخوایم بگیریم، با نخ ظریفتر میگیریم. یه بافتی که مثل فیشیا، اسکین، با نخ‌های با شماره‌های بالا استفاده می‌کنیم. این از یه چیز دیگه هم که هست، ما رو نخمون یه سری رنگا داریم. مثلا نایلون سبز رنگه، خود جلد نخ سبز رنگه ولی خود نخ داخلش آبی رنگه. بعد الان این نخ نایلون هست. ما سیلک داریم. سیلک خود نخ جعبه آبی رنگه ولی خود نخش مشکی رنگه. یعنی وقتی مثلا ما میبینیم معمولا یه جعبه ای که رو جلدش مثلا آبی رنگه، این رنگه معمولا همیشه نخ سیلکه. ولی اگر سبز رنگ باشه این نایلونه، یا اینکه اگر ویکریل باشه حالت نارنجی رنگ داره، و اگر که قهوه‌ای باشه مثل این کرومه. خب الان من 4 تا نخ گذاشتم. یکی نایلون که سبز رنگ بود، یکی سیلک داشتیم و یکی این که کروم و ویکریل که معمولا مثلا این از نخ‌های رایج جراحیمون هستن. نخ کروم نخی هست که قابل جذبه. برای چه بافته به کار میبرن؟ چون مثلا یه سری نخ‌ها هستن تعداد روزش مشخصه. مثلا ما نخ کروم داریم که تا 70 روز بیشتر مثلا جذب میشه و دیگه نیست. یعنی بیشتر اگر یه چیزی بافتی رو بخوایم باهاش بگیریم، اگر این بافته باید مثلا از 70 روز بیشتر باشه، ما نمیتونیم با کروم بگیریم. باید با چی بگیریمش؟ با ویکریل بگیریم، چون که ویکریل تا 90 روز قابل جذبه. و یه نخ دیگه هم که الان بهتون گفتم سیلک قابل جذب هست و طبیعیه. ما الان این نخامون مصنوعی هستن، صنایعی هستن. کروم و سیلکمون طبیعی هستن. بعد سیلک تا 1 سال قابل جذبه، یعنی وقتی تو بدن میمونه بعد از 1 سال جذب میشه. هرچند که بهش هم میگن غیر قابل جذبه ولی تا 1 سال دوام داره، بعدش جذب میشه. دیگه از نخهای دیگه که میتونم بهتون بگم، ما بازم پلین داریم که پلین هم غیر قابل جذبه و اینکه برای بافته خیلی ظریف به کار میبره. حالا مثلا ما اینجا تو جراحی که به کار میبریم، معمولا مثلا برای لیبیای زنان که مثلا میدوزیم معمولا پلین به کار میبریم، چون خیلی نخ ظریفیه و استقامت خیلی خوبی هم داره. خب گفتم دیگه، مثلا ما الان کروم 0 داریم. خب
کروم 1 داریم، از روی USBش مشخصه. کروم 1، کروم 0، کروم 2 داریم، کروم 2 0 داریم. خب من الان گفتم چی؟ گفتم که هرچی تعداد شماره نخ‌ها میره بالاتر ضخیم‌تر میشه. یعنی الان ما 2 0مون خیلی ظریف، از همه ظریف‌تر 2 0، بعد 0، بعد 1، بعد 2. یعنی اگر شما بخواید یه بافتی رو بگیریم که خیلی ظریف باشه، پس باید از 2 0 استفاده کنیم، چون 2 0 خیلی نخ ظریفی داره. بعد گفتم که نیدل ها اندازش مشخصه. اینجا زده 37، اینجا هم زده 37، ولی یه سری نخامون هستن که 37 نیستن، مثلا 27 میلی متر. بعد اینکه ما یه سری نخا داریم که نیدل ندارن. وقتی نیدل ندارن هیچ علامت نیدل روی جعبه پیدا نمی کنیم. مثلا ما اگر نخایی داشته باشیم نیدل داشته باشن، علامت نیدل روش مشخصه، ولی نخی که روش نیدل نیست یعنی تایه. تای بهش میگن تای، یعنی نخی که بدون نیدل باشه. خب چجوری ازش استفاده میشه؟ اینا تای معمولا مثلا وقتی داخل بدن هستیم میخوایم یه بافتی رو بگیریم که نیدل نزنیم. خود مثلا سر رگو گرفتیم بالا، میخوایم دورش یه حلقه ایجاد کنیم که اینو گره بزنیم، ولی نیدل داخلش نخوره، چون نیدل خودش پاره میکنه. پس از تای استفاده میکنیم. اینجا هم دقت کنین، نگاه اندازه نیدله الان زده چند؟ 63 میلی متر. یعنی این اندازه نیدلش خیلی بزرگه. حالا اینجا معمولا کروم هم هست، قابل جذبه. اینا معمولا مثل بافتایی که حجیمن، مثل کبد، برای مثلا گرفتنشون چون خونریزی دهنده هم هستن، از نیدل بزرگ استفاده میکنیم که اون بافت برامون جمعش بکنن. این اندازه نیدلاش بود که متفاوته. درست. یه نخی داریم به نام مرسیلین. نخ مرسیلین صناعی هست، یعنی به طبیعی نیست. نخهای طبیعی معمولا از روده گاو و گوسفند و اینا گرفته میشه، ولی نخ صناعی اونایی هستن که تو صنایع ساخته میشن. اینا غیر قابل جذبن. ما الان یه نخی که داریم سرکلاژ مرسیلین صناعیه. بعد اینکه غیر قابل جذبه، ضخامت خیلی خوبی داره و برای مثلا جاهایی که نیاز داریم که نگهش داریم و استقامت خوبی داشته باشه. ما یه نخ داریم اینجا مشخصه، نگاه رو نیدل که نگاه کنیم اینجا حالت یه دایره داره، یعنی نشون میده که این نخ لوپه، بهش میگن نخ لوپ. اینجا نایلون 1 لوپ داریم. نایلون 1 لوپ یعنی یه نیدل داریم. میتونم الان براتون بازش کنم. ما یه نیدل داریم که به انتهای نیدله 2 تا نخ چسبیده به هم. بعد اینا رو چه موقع استفاده میکنیم؟ موقعی که مثلا ما یه عملی داریم لاپاراتومی، کل موضع شکم باز میشه و فیشیای وسط کلا برش میخوره. ما باید از یه نخی استفاده بکنیم که این تا بمونه و قابل جذب نباشه. این لوپ استفاده میکنیم چون واقعا محکمه و استقامت اون که فیشیا رو نگه داره تا آخر عمری که طرف هست، لوپ استفاده میکنیم.